خبر عجیب، غیر قابل باور و شوک کننده برای علاقمندان زلال هاشمی. زلال هاشمی آیا به واقعیت در کابل کشته شده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زلال هاشمی. زلال هاشمی به چی دلیل دیگر هنر موسیقیش را ادامه نداد؟ گفتنی های تازه همسر زلال هاشمی. آیا به واقعیت زلال هاشمی کشته شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوستان تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلال هاشمی دختر خانم موفق، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلال هاشمی با استعداد خاصی که داشت توانست در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کند و مقام دوم این برنامه رقابتی را از آن خود کرد. زلال هاشمی هنرمند جوان کشور است که با استعداد خارق‌العاده‌اش توانست علاقمندان و دوستداران خوب برای خودش کسب کند. زلال هاشمی بعد از ختم برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع کاملا راه هنر موسیقیش را ترک کرد و دیگر آهنگ جدید نسرود. این همه در حالی است که زلال هاشمی هنرمند جوان کشور ازدواج کرده بود و ثمره ازدواجش اکنون یک فرزند 4 ساله است. تازه تصاویر زلال هاشمی در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دختر خانم در کابل ربوده شده است، اما تصاویرش نشر می شود که زلال هاشمی در کابل وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است، ولی زلال هاشمی مدت 20 روزی است که کاملا از خانه و صفحات مجازیش به دور بوده است. شوهرش این خبر را تایید کرده است، ولی تاکنون جزئیات بیشتری از وضعیت و صحت زلال هاشمی در دست نیست. ما آرزو داریم این دختر خانم دوباره با صحت کامل به خانواده‌اش برگردد. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید تا کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته. موفق و کامیاب باشید.